اگه تا حالا اسنپ گرفته باشی میدونی که اسنپ 2 سوال ازت میپرسه که تا پاسخ ندی برات ماشین نمیفرسته. 1. کجا میخوای بری؟ نمیتونی بگی حوالی فلانجا، دقیقاً باید بگی کجا. 2. هزینه سفرت میشه اینقدر، حاضر این هزینه رو بدی یا نه؟ اگه قبول نکنی سفر کنسل. اگه به این 2 سوال دقیق جواب بدی یکی رو میفرسته دنبالت. اون یکی که میاد دیگه مهم نیست خانومه، آقاه، جوونه، پیره، ماشینش مدل بالاست یا مدل پایین. مهم اینه که مدیر شرکت اسنپ الان دیگه تعهد داره تو رو به مقصد برسونه. در مورد اهدافم قصه همینه. اول اینکه باید بدونی 5 سال دیگه میخوای کجای زندگی باشی، یعنی از زندگیت دقیقاً چی میخوای. دوم اینکه ببینی بهای رسیدن به اون چیز رو آیا حاضری بدی یا نه. وقتی این 2